خب الان داریم برای دوست عزیزمون با 2 تا پروپ 200 و 150 کرای لیپولیز لاغری انجام میدیم که ناحیه شکم و پهلو رو هدف قرار دادیم. سایز رو از قبل گرفتیم تا ببینیم بعد از اینکه کرایو میکنیم اثر اولیش، یعنی بلا فاصله بعد از کرایو چقدر کم میکنن و در 8 الی 12 هفته آینده چقدر کم میکنن. لازم به توضیحی که کرایو یک اکشن سینگل دوزه، یعنی فقط یک بار نیاز هست انجام بدیم، مگه اینکه ضخامت چربی اونقدر زیاد باشه که بعد از 8 هفته نیاز باشه بریم لایه پایین تر رو فریز بکنیم. کرایو چیکار میکنه؟ کرایو چربی رو فریز میکنه و سلول چربی از بین میره و مرده زنده نمیشه، بنابراین برگشت ناپذیره. RF هم همینطور با دستگاه بسیار معتبر